هفت معلومات جالب در باره حضرت نوح. حضرت نوح علیه السلام اولین رسول از میان پیامبران بود. رسول کیست؟ رسول کسی است که با دین نو می آید. مثال حضرت نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و نبی کیست؟ نبی کسی است که مبلغ شریعت پیش از خود بوده را میکند. مثال حضرت اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام. پیامبر مهربان با وجود آنکه قومش دعوت او را نمیپذیرفتند، باز هم دعوت را ادامه میداد. نوح را بر قومش به رسالت فرستادند. گفت: ای قوم من، الله را بپرستید، شما را خدای جز او نیست. من از عذاب روز بزرگ بر شما میترسم. سوره اعراف آیت 59. قومش با او باور نکردند، مقابلت کردند، پس زدند و حتی دیوانه گفتند. خداوند تعالی به واسطه جبرائیل علیه السلام امر کرد که کشتی بسازد. نوح علیه السلام کشتی را ساخت و خداوند امر کرد تا مؤمنان را در کشتی سوار نماید و از هر نوع حیوان یک جفتی با خود بگیرد. در میان مؤمنان پسرانش سام، حام، یافیز بودند، اما یک پسر او کنعان یعنی یم به کشتی سوار نشد، زیرا او ایمان نآورد و در بین هلاک شدگان بود. سیل و موجهای آب کافران را فرو می بردند. قرآن در این باره می گوید: و ما نیز درهای آسمان را بر روی آبی که به شدت میریخت گشودیم و از زمین چشمه ها شکافتیم تا آب به آن مقدار که اندازه شده بود گرد آمد و او را به آن کشتی که تخته ها و میخا داشت سوار کردیم. زیر نظر ما روان شد. این بود جزای کسانی که باور نداشتند. سوره قمر آیت 11 و 14. و گفته شد: ای زمین آب خود را فرو بر، و ای آسمان بازیست. آب فرو شد و کار به پایان آمد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و ندا آمد که لعنت باد بر مردم ستمکاران. کوه جودی در سرزمین عراق جایگیر است دوستان. سوره هود آیت 11. خداوند نوح علیه السلام را یک بنده سپاسگزار نامید و نام او را به همه معلوم ساخت تا نسل‌هایی که در آخر زمان می آیند بر او سلام بفرستند. ما نوح را بر مردمش به پیامبری فرستادیم. او 1000 سال و 50 سال کم در میان آنان بزیست. سوره عنکبوت آیت 14. دوستان عزیز، این پست را به دوستانتون روان کردن رو فراموش نکنید و لایک و کامنتاری رو هم دریغ ندارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.